با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با برنامه هست 201 747 900 2400 و یادآوری کنم که این تنها تلفنی است که اگر شما بگیرید ممکنه به برنامه وصل بشید. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت 5 دقیقه برای هر نفر، برای خانواده 7 دقیقه است. بفرمایید. الو سلام جناب شعبازی. بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید. حال شما چطوره؟ خوب هستین قربان؟ خیلی خوب، از لطف شما ممنونم. هر شاید تأکید مکرر جناب مولانا برداشتن و گزیدن پیر و راهنما و ضرورت این مطلبی که انسان‌ها در هر دورانی که زندگی می‌کنند با بینش و آگاهی باید چنین فردی رو به عنوان راهنمای خود انتخاب و او رو الگو و سرمشق خود قرار بدهند. ما بعد از اون که از جهان عدم به این جهان میاییم و در چند سال اول زندگی با ساختن من ذهنی از اصلمون دور میشیم، باید برای مهار خواسته های من ذهنی دست به دامان پیر و راهنمای لایق شویم تا جریانی رو که زندگی رو از ما گرفته است رو متوقف کنه. هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. روشنایی عدم با تشکیل من ذهنی به ظلمت و تاریکی وابستگی ها تبدیل میشه و به قول مولانا غیبت خورشید بیداری کش میشه. در تاریکی ذهن هر لحظه انتظار حادثه ناگوار برای خود و اطرافیانمون و حتی جامعهمون هست. با سلیمان خو کنی خفاش رد تا که در ظلمت نمانی تا ابد. مولانا میفرماید دست خودت رو در دست کسی قرار بده که خدا و زندگی دست او رو گرفته، کسی که حاکم بر نفس خودشه و وابستگی ها بر او حاکم نیستن. دست را مسپار جز در دست پیر، حق شده است اون دست او را دستگیر. گر بپیوندی بدان شه شوی، سوی هر ادبیر تا کی می روی. هم نشینی مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشون کیمیایی خود کجاست. پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست پر آفت و خوف و خطر. تو برو در سایه عاقل گریز تا رهی این دشمن پنهان ستیز. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چه آب و گل مباش. آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم‌بند و ساحر است. تازه جهل و خوابناکی و فضول او به پیش ما و ما از وی ملول. بر امید زندگی کن اجتهاد، کو نگردد بعد 2 روز جماد. هر که در ره بی قلاوزی رود، هر 2 روز راه 100 ساله شود. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریش خندی شد به شهر و روستا. بنده یک مرد روشن دل شوی، به که بر فرق سر شاهان روی. مسکن از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش. این مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی آن و لشکرهای شیخ. یک زمانی موج لطفش بال توست، آتش قهرش دمی حمال توست. قهر او را ضد لطفش کم شمر، اتحاد هر دو بین اندر اثر. گر نخواهی هر دمی این خفت و خیز، کن ز خاک پای مردی چشم تیز. کحل تیزه ساز خاک پاش را، تا بیندازی سر اوباش را. که از این شاگردی و زین افتقار، سوزنی باشی شوی تو ذوالفقار. سرمه کن تو خاک هر بگزیده را، هم بسوزد هم بسازد دیده را. عقل را با عقل یاری یار کن، امر هم شورا بخوان و کار کن. دست را مسپار جز در دست پیر،
حق شده است آن دست او را دستگیر. بی عقلت کودکی خو کرده است، از جوار نفس کندر پرده است. عقل کامل را قرین کن با خرد، تا که باز آید خرد زان خوی بد. وای آن مرغی که ناروییده پر، بر پرد بر اوج و افتد در خطر. عقل باشد مرز را بال و پری، چون ندارد عقل رهبری. هر ضریری که از مسیحی سر کشد، او جهودانه بماند از رشد. کور با رهبر به از تنها یقین، زن یکی ننگ است و 100 ننگ است این. سایه یزدان چه باشد دایه‌اش، وارهاند از خیال و سایه‌اش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده این عالم و زنده خدا. دامن او گیر زودتر بیگمان، تا رهی در دامن آخر زمان. اون عصای حزم و استدلال را، چون نداری دید میکن پیشوا. و عصای حزم و استدلال نیست، بی عصاکش بر سر هر ره مایست. این طلب کن خوشدمی عقده گشا، رازدان یفعل الله ما یشا. خوابناکی لیک هم بر راه خست، الله الله بر ره الله خست. تا بود که سالکی بر تو زند، از خیالات نحاست برکند. گر چنان گشتی که استا خواستی، خویش را و ریش را آراستی. هر که از استا گریزد، در جهان او ز دولت می گریزد. این بدان چون ای کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. این مثل اندر زمان جانی است، جان نادانان به رنج ارزانی است. زن که جاهل ننگ دار از اوستاد، لاجرم رفت و دکانی نو گشاد. آن دکان بالای استاد نگار، گنده و پر کژدم است و پر ز مار. زود ویران کن دکان بازگرد، سوی سبزه و گلبنان آب خورد. ای بسا علم و ذکاوات و فتن، گشته هر رهرو ناچار هول و راهزن. کار بی استاد خواهی ساختن، جاهلانه جان بخواهی باختن. از حضور اولیا گر بسکلی، تو هلاکی زن که جزو بیکلی. هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد سرش را واخورد. یک به دست از جمع رفتن یک زمان، مکر شیطان باشد این نیکو بدان. چون شوی دور از حضور اولیا، در حقیقت گشته ای دور از خدا. ای دل آنجا رو که با تو روشنند، و از بلاها مر تو را چون جوشنند. در میان جان تو را جا می کنند، تا تو را پرباده چون جا می کنند. در میان جان ایشان خانه گیر، در فلک خانه کنه بدر منیر. پیش خیشان باش چون آواره ای، در مه کامل زنر مه پاره ای. جز را از کل خود پرهیز چیست، با مخالف این همه آویز چیست. مر تو را دشنام و سیلی شهان، بهتر آید از ثنای گمراهان. گرچه شیری چون روی ره بی دلیل، خویش بین و در ضلالی و ذلیل. لنگر عقل است عاقل را امان، لنگری دریوزه کن از عاقلان. ابیات بالا به خوبی نشان داد که جناب مولانا تأکید بسیار داشتند که از پیر و راهنمای خود جدا نشوید، و اما در نقطه مقابل بسیار تأکید دارند که سرنوشت خود را به دست پیشوایان بد قرار ندهید، چرا که این شیادان رهروان خود رو به سوی هلاکت و نیستی میبرند. پیشوای بد بود اون بز شتاب، میبرد اصحاب را سوی قصاب. ره نمیداند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. در چنین راه بیابان مخوف، این قلاووز خرد با صد کسوف. خاک در چشم قلاووزان زنی، کاروان را هالک و گمره کنی. اون رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاووز اندران آشفته ای. از نبی بشنو
زلال رهروان که چشان کردن بلیس بدروان. 100,000 سال راه از جاده دور، بردشان و کردشون ادبار و عور. استخونهاشون ببین و مویشون عبرتی گیر و مران خلصویشون. گردن خرگیر و سوی راه کشت، سوی رهبانان و رهدانان خوش. این محل خراب و دست از ری مدار، زن که عشق او سوی سبززار. یا یکی دم تو به غفلت واهلیش، او رود فرسنگ ها سوی حشیش. دشمن راه هست خر مست علف، ای که بس خر بنده را کرد و تلف. گر ندانی به هر آنچه خر بخواست، عکس آن کن خود بود آن راه راست. کور مرغانیم و بس ناساختیم، کن سلیمان را دمی نشناختیم. همچو جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم وامانده ویران شدیم. جمع مرغان که از سلیمان روشنن، پر و بال بیگنه کی برکنن. ما کو بی این سلیمان می رود، عاشق ظلمت چه خفاشی بود. دیو گرگ است و تو همچون یوسفی، دامن یعقوب مگذار ای صفی. چین خبیثان مکر و حیلت کرده اند، جمله مغلوب است آنچه آورده اند. اون چه نپسندی به خود ای شیخ دین، چون پسندی بر برادر ای همین. چون ندارد مرد کش در دین وفا، هر زمانی بشکند سوگند را. راستان را حاجت سوگند نیست، زن که ایشون را دو چشم روشنیست. نقض میثاق و عهود از احمقیست، حفظ ایمان و وفا کار تقیست. گر بکاوی کوشش اهل مجاز، تو به تو گنده بود همچون پیاز. مر سیه رویان دین را خود جهیز، نیست الا حیلت و مکر و ستیز. زوبعان زیرک آخر زمان، برفزوده خویش بر پیشینیان. حیل آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته. صبر و ایثار و سخای نفس و جود باد داده، کن بود اکسیر سود. واسطون از دست دیوان سلاح، تاز تو راضی شود عدل و صلاح. چون سلاحش هست و عقلش، نه ببند دست او را ورنه آرد 100 گزند. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راهزن. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. پس غذا زین فرض شد بر مؤمنان، تا ستانند از کف مجنون سنان. جان او مجنون تنش شمشیر او، واسطان شمشیر را زن زشت کن. اون چه منصب می کند با جاهلان، از فضیحت کی کند 100 ارسلان. مال و منصب ناکسی کارد به دست، طالب رسوایی خویش او شده است. یا کند بخل و عطاها کم دهد، یا سخارت به ناموزه. شاه را در خانه بی دفند، این چنین باشد عطا که احمق دهد. حکم چون در دست گمراهی فتاد، جاه پنداری در شاهی فتاد. کارت این بوده است از وقت ولاد، صید مردم کردن از دام وداد. هر که بنهد سنت بد ای فتا، تا در افتد بعد او خلق از عما. جمع گردد در ویان جمله بزه، کوسری بود است و ایشان دم غزه. این نمردانند، اینها صورتن مرده نانند و کشته شهوتن. مصحفی در کف چو زین العابدین، خنجری پرقهر اندر آستین. وای از این پیران طفل ناادیب، گشته از قوت بلای هر رقیب. چون سلاح و جهل جمع آید به هم، گشت فرعونی جهان سوز از ستم. گرمیان اولیا و انبیاست، باز بی شرمی پناه هر دغاست. ای که تو بر خلق چیره گشته ای، در نبرد و غالبی آغشته ای. آن به قاصد منهزم کرد دستشان، تا تو را در حلقه می آرد کشان.
ای درید پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران. ای که نوح ناسهان را نشنوی فال بد با توست هر جا می نوی. وا نگشتند اون گروه از گرد گرگ، گرگ مهنت بعد گرد آمد سترگ. بردرید آن گوسفندان را به خشم که ز چوپان خرد بستند چشم. چند چوپان چون بخواند و نامدند خاک غم در چشم چوپان میزدند که برو ما از تو خود چوپان تریم چون تبع گردیم هر یک سروریم. 100,000 دامدان است ای خدا ما چو مرغان حریص بینوا. دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. گر 1000 دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم. خیلی ممنون جناب شهبازی. خیلی خیلی زیبا. عالی عالی آقای عبودی، عالی عالی عالی. دست شما درد نکنه، عالی بود. چقدر زحمت کشیدید، چقدر زحمت میکشید. خواهش میکنم زنده باشید. خواهش میکنم لطف کنید هرچی زودتر اینو برای ما بفرستید. اگر زحمت بکشیم وقت بذارید یه دور دیگه با صدای خوب بخونید این اشعار انتخابی رو. چقدر زحمت کشیدید، واقعا ممنونم. جمع کردن اینها یه جا خیلی کار سختیه. امیدوارم مردم قدر این کار شما رو بدونند، واقعا بشینن اینا رو بخونند، معنیش رو بفهمند و شکر داره که یه همچو ابیاتی از بزرگی مثل مولانا در تلویزیون پخش میشه برای عموم مردم. اگه قدرش رو بدونند، اگه بخوان زندگیشون رو درست کنند، از این مسائلی که من ذهنی ایجاد کرده بخوان خودشون رو رها کنند. شما چه میفرمایید آقای عبودی؟ مولانا همه چی گفت جناب شهبازی. ما دیگه کی هستیم چه حرفی بزنیم قربان. همه چی به عیان گفته. به عیان اینا رو میدونستیم. آفرین آفرین. مردم باید واقعا قدر این بزرگ رو بدونند، این آموزش رو بدونند. داریم بزرگترین دانش و که میتونه فوراً زندگی شما را درست کنه، فوراً در عرض 1 ماه شما میتونید متحول بشید و از مسائل ایجاد شده به وسیله توهمات من ذهنی رها بشید، سازنده باشید. بله انشالله. بله ممنونم از شما. بفرستین خواهش میکنم هرچی زودتر. شما زنده باشید. خواهش میکنم. خدا حافظ. بله روی صفحه این اپ گنج حضور هست، گنج حضور 2، گنج حضور 2 به انگلیسی. خواهش میکنم این اپ رو دانلود کنید به آیفون تون یا تلفن اندروید دارید به اون، هر دو گنج حضور 2 به انگلیسی، تا به تمام برنامه های ما دسترسی پیدا کنید. هرچی که ما داریم این تو این اپه. اونایی که نمیدونن اپ چیه خواهش میکنم از یک کسی که وارده، معمولا هر خانواده یه جوانی هست اونجا که با اپ کار میکنه، بپرسن این اپ چیه، این گنج حضور 2 رو خیلی آسون دانلود کن و راه بینداز بده دست من. این مثل یه تلویزیون ماهواره‌ای و 1000 برابر از بهتر از اون، چون همه چی اینجاست، فوراً میتونید دسترسی پیدا کنید. بفرمایید. سلام آقای بازی. سلام علیکم. دیبا هستم از کرج. خواهش میکنم خانم دیبا بفرمایید. نمیدونم چجوری تشکر کنم از شما که واقعا ما رو رها نمی‌کنید و این گنج حضور رو به خونه های ما به رایگان آوردین.
و مرده مثل منو زنده میکنین و خیلی میتونن از این دانش استفاده کنن اگر یک ذره اون پندار کمال خودشونو بیارن پایین انشالله. مثل خود من. یه پیغامی نوشتم که چرا بیدار نمیشوی. بفرمایید. بله. اجازه بدید میخونم. بله خواهش میکنم. واقعا از خود بپرسیم چرا همانیدگی هایی که ما را در شب ذهن به خواب میبرند را شناسایی نمی کنیم؟ آیا واقعا نمیخواهیم با فضاگشایی نور الست را ببینیم و به هوشیاری اصلی من که گنج حضور است بیدار شویم؟ چرا از من ذهنی خود که زندگی من را تلف کرده و دزدیده بیزار نمیشوی؟ بیدار شو، بیدار شو، هین رفت شب، بیدار شو، بیدار شو، بیزار شو و از خویش هم بیزار شو. 133. با فضاگشایی همانیدگی ها بی اثر می شوند و ما بیدار می شویم و کم کم هوشیاری و حضور ما آزاد می شود و پله پله تا ملاقات خدا می رویم. از مقامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا. دفتر سوم بیت 42-35. مولانا می‌فرماید چرا از قافله انسان‌ها یک نفر بیدار نمی‌شود و خود را به عنوان امتداد خدا شناسایی نمی‌کند؟ چرا ز قافله یک کس نمی‌شود بیدار که رخت عمر ز که باز می‌برد طرار؟ غزل 1134. طرار یعنی دزد و دشمنی که درون ماست و حول درد و هیجانات مخرب می‌گردد تا لباس حضور ما را بدزدد و رخت چرک همانیدگی ها را بر تن ما بکند. ما با من ذهنی به همسر، فرزند، شغل و دیگر نقش ها دل سپردیم، همانیده شدیم و زندگی خود را تباه کردیم. چون به هر فکری که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. دفتر دوم بیت 1505. موتور من ذهنی با خواستن کار میکند. حتی دانش و آموزه هایی که فرا میگیرد را میخواهد در مرکزش بگذارد تا بگوید میدانم. چنین دانشی نامبارک و شوم است. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن قولی کن و بگذر ز شوم. دفتر دوم 3174. من ذهنی در چرخه تخریب که فضای انساب و قیاس است ما را به خواب میبرد و ما از زندگی قطع میشویم. تو قیاس از خیش میگیری ولی دور دور افتاده ای، بنگر تو نیک. دفتر اول بیت 246. بیشتر انسان ها در چرخه تخریب و فضای انسابند و دائما خود را با دیگران مقایسه می کنند. برای همین بیدار نمی شوند و به منظور اصلی زندگی که تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور است آگاه نمی شوند. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. دفتر اول بیت 264. من ذهنی دشمن سکوت است و با بحث و ستیزه گرد و غباری به پا می کند تا ما را بیشتر به خواب ببرد. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن، هوش دار. دفتر اول بیت 577. من ذهنی یا نفس و شیطان همه یکی هستند و خواستشان این است که انسانها به خواب بروند تا کار خود را که خرابکاری است پیش ببرند. یعنی انسان همه چیز را با هوشیاری جسمی ببیند، نه هوشیاری نظر. با هوشیاری جسمی و عقل من ذهنی نمیتوانیم به مرزهای من ذهنی که در مرکز انسان هاست پی ببریم و شناسایی کنیم. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. نفس و شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر گشت و خورد و مرد. دفتر پنجم بیت 2919. وقتم تموم شده ولی 1 دقیقه 2 دقیقه دیگه مونده. اجازه دارم بخونم؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
با من ذهنی میگوییم کدام خواب و بیداری، کدام خدا. ما با آموزش مولانا پی بردیم که جستجوی من ذهنی ما را بیشتر به خواب میبرد و حجاب هوشیاری ما میشود. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. گفتن آن کو حجابش میشود، ابر تا به آفتابش میشود. دفتر 5 بیت 1080. حال چاره بیداری ما چیست؟ با مولانا هم نشین شویم و متحدانه روی خود کار کنیم تا رشت نور این بزرگان ما را از تاریکی نجات دهد و از چرخه تخریب که فضای انساب است به چرخه سازندگی و فضای لاانساب نقل کنیم و بیشتر از این با بوی بد من ذهنی خود خنک کنیم. چون نزد بر وی نثار رشت نور، او همه جسم است بیدل چون قشور. قشور جمع پوسته و قش. دفتر 4 بیت 299. اگر فضا باز نکنیم رشت نور بزرگان به ما نمیرسد و همه چیز را جسم میبینیم. اگر قدر مولانا را ندانیم ناچاریم در باطلاق ذهن با بوی بد دردها خو کنیم و جنس درد باشیم. هر که را مشک نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردنی است. و در آخر حالا که زندگی بوی خوش ابیات مولانا را به ما چشانده، ما هم بیاییم با رعایت قانون جبران، قانون صبر، شکر، پرهیز، قدردان مشک خوشبوی خرد مولانا باشیم و با خدمت صادقانه در این راه مثل شما جناب شهبازی رشت نور بکنیم. رشت به معنی پراکندن نور. که بی نظیر ایثار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن. چون به ما بویی رسانیدی از این سر مبندان مشک را ای رب بدین. دفتر 5 بیت 305. تمام شد آقای. خیلی ممنون. عالی عالی خانم دیبا. این دستگلی بود از جناب مولانا که در برنامه قبل گفتین آیا ابیات مولانا رو که چند تاش کنار هم جمع کنیم واقعا دستگل نمیشه. بله. در باغ بزرگی که شما برای ما فراهم کردین چند شاخه گل خدا رو شکر سعادت داشتم که مشارکت کنم. عالی عالی. خداحافظی میکنم. خداحافظ. خواهش میکنم. این عرض کردم اپ گنج حضور رو دانلود کنید. اگر اشکال دارید با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرید لطفاً که هم واتساپ هم تلگرام هست هم تلفن هست. 201 438 686 75 80. هر سوالی دارید از این طریق میتونید بپرسید. عرض کردم هم واتساپ هست هم تلگرام هم تلفن. بهترین تماس شاید همین واتساپ باشد که بیشتر مردم در ایران دارند، اونایی که البته با اینترنت کار میکنند. و همینطور میبینید که این برنامه از طریق اپلیکیشن بله هم که شما در ایران میشناسید پخش داره میشه. پس همین اپلیکیشن بله را میتونید دانلود کنید و برنامه رو ببینید. و اگر سوالی هم داشتین به این شماره میتونید زنگ نزنید، پیغام بفرستید. 2098 99 81 21 05 60. همینطور پس از این اطلاعات مالی گنج حضور رو در آمریکا میذارم روی صفحه. خواهش میکنم اونایی که در آمریکا هستند برنامه رو ساپورت مالی کنند. و البته این ساپورت مالی همین قانون جبران مالی هست، شما رو متحد میکنه. ولی در آمریکا یک سیستمی داریم به نام زل که به وسیله آن میتونید برنامه رو حمایت مالی کنید. عرض کردم حمایت مالی شما سبب تعهد شما میشه. چه بسا اونایی که حمایت مالی نمیکنن یا قانون جبران مالی رو رعایت نمیکنن
به برنامه متعهد نمیشن. یه چند ماهی نگاه میکنن، بعد سست میشن و میذارن کنار. شما برای نتیجه گیری از این برنامه باید متعهدانه این برنامه را دنبال کنید، به هر برنامه گوش بدید و نذارید من ذهنی شما رو سست کنه. تعهد مالی میتونه تعهد شما به برنامه هم باشه. و در ضمن 2 تا اسلایدم نشون میدم، یکی اینه، یکی هم این یکیه. خواهش میکنم به اینا هم توجه کنین. اینا 2 تا فرمول هست در واقع برای شما ساده شده که این میگه که کی ما در چرخه تخریب هستیم. در چرخه تخریب که فضای قیاس هست، فضای انساب هست، فضای ذهن همانیده هست، ما میگیم تو کردی، من بهتر از تو هم، تو عوض بشو مطابق من ذهنی من. دومی که فضای لا انساب یا فضای حضور هست، شما میگین خودم کردم و ذل بعد انکار بهتری و من خودم رو تغییر میدم. همیشه ما برای سازندگی خودمون رو تغییر میدیم. این یکی هم معمولا انسان ها که من ذهنی دارم فضابندی میکنند. فضابندی یا انقباض مداوم سبب میشه که من مسئول مطلق باشم، یعنی من به وجود آورنده مسائل خودم هستم و زندگی معذور مطلق است. در این فرمول میبینین که ما خداوند و مسئول میدونیم که خداوند مسئول نیست. ما خودمان با من ذهنی این همه گرفتاری رو برای خودمان ایجاد میکنیم، مسئله میسازیم، مانع میسازیم، دشمن میسازیم. پایینی فضاگشایی مداومه. اگر شما هر لحظه فضاگشایی کنین در اطراف اون چیزی که ذهنشون میده، زندگی مختار مطلق هست، من معذور مطلق. اگر فضاگشایی کنید اون موقع میگین که من مسئول نیستم. ولی اگر نکنید، منقبض بشید، مقاومت کنید، واکنش نشون بدید، حتما شما مسئول مطلقی. خداوند رو نمیتونید مسئول قلمداد کنید. بله، بفرمایید. سلام علیکم عوازی. بله سلام علیکم. سلام علیکم. من از ایران زنگ میزنم. بله آقای صادق، شما رو دیگه همه میشناسن. اگه اجازه بدید در مورد این فرمول چرخه سازندگی بله و ارتباط اون با شعر 535 از دفتر ششم یه توضیحاتی بدم. البته ابتدای پیام کمی آغشته با ریاضی هست و کمی هم یه چند دقیقه شاید بیشتر طول بکشه، طولانیه. یعنی در عوض دیگه چند جلسه زنگ نمیزنم که دیگه فرمول دیگه حق کسی ضایع نشه. نه بابا زنگ بزنید، شما وقت زیادی نمیگیرین، هم شما رو دوست دارند، حرفهای شما هم به دل می نشینه و بجاست و سبب کمک به مردم میشه. بفرمایید، خواهش میکنم. اختیار دارید جز به برنامه شما. فرمول چرخه سازندگی که یه چارزلی طلایی است که چکیده اشعار کلیدی و کاربردی زیادی هست که همه ما اگر بخواهیم میتوانیم با استفاده از اون زندگی خود را بسازیم و نیاز به مزدک خاص یا سواد زیادی هم ندارد. من یادم هست که سالها پیش که ما میخواستیم ساختمان سازی بکنیم یه بنایی آورده بودیم که نقشه ساختمان را پیریزی بکنه تا کار را شروع کنیم. بنا سواد هم نداشت. من دیدم که در یه گوشه زمین یه میخی کوبی سپس به یه طرف 3 متر، یه طرف دیگر 4 متر اندازه گرفت، سپس نوک اونها را به هم وصل کرد و اندازه گرفت. وقتی فاصله اونها روی 5 متر تنظیم شد دیگه اطمینان داشت که زاویه گوشه دقیقاً 90 درجه است و همه گوشه های ساختمان را به همین روش پیاده کرد. من دیدم خیلی راحت داره از رابطه فیثاغورس استفاده میکنه. یادم هست بهش گفتم میدانی رابطه‌ای که تو الان داری از اون استفاده میکنی و میخواین ساختمان خود را با آن بسازین حاصل سالها تلاش دانشمندی به نام فیثاغورس بوده؟ گفت من از این چیزا خبر ندارم، فقط میدانم که با رعایت این اندازه ها هست که میتوان ساختمان زیبا و مستحکم و دقیقی ساخت. کسانی که تا مقطع راهنمایی هم درس خواندن میدانند که رابطه فیثاغورس میگوید در یک مثلث قائم الزاویه مربع وتر
مساوی با مجموع مربعات دو ضلع دیگر. وتر هم یعنی مربع یعنی توان 2. چون حاصل 5 به توان 2 برابر است با حاصل جمع 3 به توان 2 و 4 به توان 2، این یعنی زاویه بین 3 و 4 دیگه قطعا 90 درجه که در ریاضی به اون زاویه راست گفته می شود. البته همینجا بگم که رابطه فیثاغورس کاربردهای زیادی دارد که یه نمونه از ساختمان سازی. یادمان باشد درست است که فیثاغورس فرمول داده بود و کار اصلی را او کرده بود و با استفاده از فرمول او ما میتوانستیم ساختمانی دقیق و زیبا و مستحکم بسازیم، اما کار اصلی دوم را هم ما میبایست میکردیم. این ما بودیم که عرق ریختیم، آجر تهیه کردیم، سیمان کاری کردیم، پول هزینه کردیم، وقت گذاشتیم تا بالاخره حاصل تلاش ما و فرمول اون دانشمند بزرگ تبدیل شد به یک ساختمان شیک و زیبا و مستحکم. نه فرمول او بدون تلاش ما تبدیل به ساختمان میشد، نه تلاش ما بدون فرمول او تبدیل به ساختمان میشد. ما مکمل هم بودیم و در واقع بیاری هم ساختمان را. اگر ما بدون استفاده از فرمول و همینطوری با عقل خودمان کار روی ساختمان را شروع میکردیم، همه مسائل و منابع وقت ما هدر میرفت، چون حاصل اون یه ساختمان کجوکلو و نازیبا بود که استحکام چندانی هم نداشت و در واقع جهد بی توفیق بود. در واقع میشه فرمول تخریب که ما به جای ساختمان سازی داشتیم منابع را از دست میداد، چون ما در تاریکی ذهن داشتیم کار میکردیم و نور فرمول فیثاغورس نقشه را برای ما مشخص نکرده بود. اما وقتی بر اساس فرمول کار را شروع کردیم دیگه اطمینان داشتیم وقتی منابع پول ما هدر نمیرود و محصول میدهد و این میشد فرمول سازندگی که ساختمان ما با آن ساخته میشد. حالا برگردیم به فرمول چرخه سازندگی که ما چگونه با استفاده از اون میتوانیم زندگی خود را بسازیم و از طرفی هم هر جا فرمول سازندگی را نادیده بگیریم فوراً فرمول تخریب شاخ در می آورد. البته همینجا هم بگم که تک تک اشعار مولانا فرمول سازندگی هست. در ساختمان سازی ما کافی بود فاصله اضلاع بین 3 و 4 عددی غیر از 5 را نشان میداد و ما بر اساس آن اگر کار را شروع می‌کردیم خود به خود این فرمول تخریب می‌شد، نه آبادسازی، و در نهایت پول ما هدر می‌رفت، وقت ما هدر می‌رفت. فرمول سازندگی که این فرمول طلایی که شما به همه ما یاد دادی یه ضلع داره که فضای لاانصاب است، یعنی فضای گشوده، و همچنین استفاده از اشعار مولانا که محصول فضای گشوده هستم. من وقتی در فضای لاانصاب هستم این یعنی زاویه گوشه راست است و میتوانم با خیال راحت وقت و منابع و مسائلم را مصرف کنم، چون میدانم محصول میدهد، چون میدانم در راستای اشعار مولانا دارم حرکت میکنم. اما وقتی در فضای انصاب یا فضای ذهن هستم و میخواهم با عقل جزوی کار کنم، این نشان میدهد زاویه گوشه راست نیست، خطر از دست رفتن وقت و منابع وجود دارد، چون بدون نقشه و در راستای عقل جزوی خودم دارم کار میکنم. در این فضای انصاب هیچ ضرورتی ندارد من منابعم را هدر بدهم، چون نه فرمول نقشه راه برای من مشخص شده و من در تاریکی کار میکنم. جریمه‌اش هم این است که منابع و مسائل و وقت من هدر میرود. به قول مولانا سود نبود از ضرارت ترک. یکی از ضلع‌های دیگر 4 ضلعی طلایی یا همون فرمول چرخی سازنده خودم کردم و کار خودم بوده است. وقتی زاویه گوشه در زندگی ما بر اساس این ضلع تنظیم شد، این یعنی ما طبق زاویه راست داریم حرکت میکنیم. اونگاه چون متوجه میشویم که همه چیز کار خودمان بوده، اونگاه به کار میافتیم، نواقصه خود را اصلاح میکنیم، ورزش میکنیم، کار میکنیم، وقت و پول ما را در این راه صرف میکنیم و مولانا میخوانیم، چون زاویه گوشه با فرمول همخوانی داره و کار ما روی خودمون محصول میدهد. از طرفی نور این فرمول همه گله ها و شکایت ها و کینه ها و رنجش ها را ناپدید میکند، چون آنها وقتی قد علم میکنن که من خودم را مقصر نمیدانم. کدام روانشناس کدام داروها را میشناسیم که به این راحتی بار گران کینه ها و رنجش ها را از روز ما بردارم؟ اما اگر بر اساس تو کردی که یک از ضلع‌های فرمول تخریب است و در غیاب فرمول سازندگی قد علم میکند زندگی خود را تنظیم کنیم، این یعنی زاویه دیگر راست نیست، خطر از دست رفتن منابع به طور جدی ما را تهدید میکند، چون در این زاویه ناراست کاهاری سر در می آورد، کینه ها شعله میکشند، گله ها بالا می آیند. اینها هر کدام به تنهایی میتوانند باعث شوند که ساختمان کجوکلو و نازیبا ساخته شود
و به جای راحتی و آسایش به ما درد بدهد و در نهایت روی سر ما هم خراب شود. فقط ساختمانی روی سر ما خراب نخواهد شد که زیربنای آن بر اساس فرمول چرخه سازندگی و فضای گشوده و اشعار مولانا باشد. حالا به طور خلاصه دیگه بقیش بگم، من ضلع بعدی فرمول انکار بهتری است. من به محض اینکه بهتری را انکار بکنم زاویه گوش فورا زاویه راست را نشان میده و من دیگر میتونم کارم را شروع کنم. اول پیام هم گفتم که هیچ فرمولی بدون کار ما نتیجه نمیدهد، همچنان که کار ما بدون فرمول نتیجه نمیده. وقتی بهتری انکار شد من دیگر خودم را با کسی مقایسه نمی کنم و بی‌نظیر بودنم پی میبرم. میدونید چقدر از وقت و منابع و پول ما صرف این میشود که ما ثابت کنیم از فلانی بهتریم، بنابراین هیچ مسئولی هم نمیدهد. من بهترم فوراً فرمول تخریب را حاکم بر نقشه ساختمان زندگی ما میکنه و نابع و مثال و وقت ما را هدر میدهد. من شاهد بودم که همین من بهترم بین دوستان صمیمی تفرقه انداخته، خانواده ها را از هم پاشیده و باعث اختلافات خانوادگی شده. من شاهد هستم، خودم شاهد هستم در همین روزهای ما بهترین باعث چه جنگ های قبیله‌ای خطرناکی شده. یک قبیله ثابت کند از قبیله دیگر برتره و زورش بیشتر و بهتره. در سطح جمع که دیگر همه شاهدیم که باورهای من بهتره، نژاد من بهتره، قوم من بهتره، چه آشوبی در جهان راه انداخته که دیگر اصلا نیاز توضیح ندارد. بشریت چقدر باید هزینه بدهد تا بفهمد ما بهترین؟ حاکمیت فرمول تخریب است و دیگر زاویه گوشه ساختمان جمعی ما راست نیست و منابع و منافع کلی ما در خطر نابودی قرار میگیرد. ما وقتی از شر جنگ ها خواست میشویم که بهتری انکار شود. مثلا یه نمونه استفاده از این ضلع انکار بهتری بگم که چقدر به خود من کمک کرده. چند وقت پیش من در یه جمعی بودم که معلم ادبیاتی که 30 سال هم تدریس داشت و دوست من هم گفت من هیچ علاقه‌ای به کتاب مثنوی مولانا ندارم. یه لحظه حس بهتری در من قد کشید. من که علاقه نداری چون متوجه نمیشی که چه گفته. با اینکه دبیر ادبیات هم هستی هیچ از این کتاب متوجه نشدی. سپسی که از داستان‌های مثنوی برایش تفسیر کنم تا متوجه عیب و ایراد خود بشود. یه لحظه دیدم این کار من حاکمیت فرمول تخریب است و زاویه گوشه راست نیست. من فقط میخوام به اون نشاندم که با اینکه تو ادبیات خوانی من از تو بهترم. سپس به این فکر افتادم که چرا باید من در جمع را تحقیر کنم، اون را کینه و رنجش بالا بیاید و دوستی ما هم به هم بخورد. اصلا چه ربطی به من داره که به مثنوی علاقه داره یا نداره؟ مگر همین مولانا که الان من میخوام از دفاع کنم خودش نگفته که تا کنیم از غیر را هبروستنی خیش را بدخو و خالی میکنیم؟ مگر همین مولانا نگفته که پس نماز هر چهاران شد تباه گویان بیشتر گم کرده راه؟ و زمزمه این مورد ها زاویه گوشه کم کم تنظیم شد و راست شد. جالب این که همون معلم ادبیات بود که گفت البته این که من علاقه ندارم این معنی نیست که مثنوی مولانا کتاب خوبی نباشد. این کتاب در ادبیات به قرآن عجم یا قرآن فارسی زبانان مشهور است و اینکه اشعار او از یه عالم دیگر آمدن شکی نیست. اما من به شخص با آثار پروین اعتصامی علاقه دارم و این غزل را برای ما خواند که از پروین است. سیر یک روز تنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی، گفت از عیب خیش بی خبری، زن رفت خلق عیب می جویی، گفتن از زشت روی دیگران نشود باعث نکورویی. حالا این غزل یه 10-12 شعر که دیگه من ادامهش نمیخوام و همه غزل رو برای ما خواند و سپس برای من تفسیر کرد که وقتی یکی به طعنه میزنی و عیب میگیری، عیب گویی میکنی، این نشان میدهد که از او بدبوتری. چون سیر که طعنه زدن را شروع کرده همه میدانیم از پیاز بدبوتره. سیر اگر بدبوتر نبود طعنه زدن را شروع نمیکرد. در واقع پیاز هم جبهه گرفت و مبارزه کرد و این حکایت ما انسان هست. ما هر موقع دم از عیب گویی میزنیم باید بدانیم حتما از شخص مقابل پر عیبتریم و درون از عیب و ایراد است و همین خاطر تمرکزش روی عیب دیگران میرود. چقدر صحبت‌هایش برای من استفاده داد، چقدر شبیه داستان حرف زدن در نماز آن 4 نفر در مثنوی بود که عیبگویی از دیگران نماز همه را باطل کرده بود. در واقع بدون اینکه من حرفی بزنم اون معلم ادبیات هم خودش حرف خود را تصحیح کرد که علاقه نداشتن من به علت کم ارزش بودن کتاب مثنوی نیست،
و همین که در واقع جواب مرام کف دستم گذاشت که اگر عیبگویی میکردی و مرا پیاز بدبو میدیدی خودت بالاخره سیر بود. شاید این که من هم وقتم هدر نرفت، هم عیبگویی نکردم، هم بین مردم من و او دوستم کدورتی پیش نیامد و هم من در جمع خودم را بالا نبودم، همه این که چیزی ارزشمند یاد گرفتم، درس بزرگی هم گرفتم، به خاطر این بود که نگذاشتم فرمول تخریب حاکم شود و اساس فرمول چرخه سازندگی که انکار بهتری زاویه‌ام را تنظیم کردم و منافع و وقتم را هدر ندادم. ما هر لحظه در خطر از دست دادن وقت منابع هستیم و این مسائل و منابع هم در مدت محدودی در اختیار ماست. هر لحظه کار ما و عمل ما با یکی از ضلع‌های فرمول سازندگی همخوانی نداشت، باید بدانیم که خطر از دست دادن وقت با سرمایه ماست ما را تهدید می‌کنه. مثلا وقتی من میگم تو باید تغییر کنی، این یعنی من که ایرادی ندارم، من که عیبی ندارم، دیگر نیاز به تلاش ندارم و این یعنی باش کردن پندار کمال و کاهلی و خود را کامل دیدن که همه محدود فرمول تخریب هستم و زاویه ناراست در زاویه ناراست رشد میکنم و این تفکر نمی‌گذاره که تمرکزم روی خودم باشه. اما وقتی میگم خودم باید تغییر کنم، این یعنی یک زاویه گوش راست شد، فرمول سازندگی حاکم شد و با خیال راحت میتونم کار روی خودم را شروع کنم و در پایان هم این که من از فرمول سازندگی استفاده کنم و کار خودم را شروع کنم و وقت و پولم و نابم را درست استفاده کنم و در نهایت ساختمانی زیبا بسازم که هیچ بادی در جهان او را نلرزاند، یا اینکه فرمول سازندگی را نادیده بگیرم و اونگاه خود به خود فرمول تخریب حاکم شود و همه وقت مرا هدر بدهد و ساختمانی که بسازم که بعداً روی سر من خراب شود، فتوا دهنده خودم هستم، چون زندگی خودش در شعر 535 در واضح به من گفت در دفتر ششم که گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. آیه گفتم توییم یک کشه خسته نباشید. خیلی خیلی خوب، عالی عالی، ممنونم آقای صادق. سلام به خانواده برسونید. باهاتون پس خداحافظی کنم، زحمت کشیدید. وقتی کمی طولانی شد. عالی عالی عالی. دیگه به یه پیامی که گفتم دیگه تمامش بکنم. خیلی مفید عالی. خداحافظ. خداحافظ. بله خب توضیح دادن این چرخه تخریب و چرخه سازندگی رو. همینطور که میدونید این فرمول ها با شکل بعدی هم ارتباط داره. وقتی ما میگیم تو کردی، اینو به خداوندم میگیم. هر مسئله پیش میاد میگیم تو کردی، تو باعث شدی و این فرمول میگه که تو داری منقبض میشی در حالی که مسئول هستی. خداوند و مسئول میدونی، تو منقبض میشی میگی تو کردی بدون اینکه اطلاع داشته باشید. مسئول تو هستی. در فضای قیاس من مسئول مطلق هستم، زندگی یا خداوند معذور مطلقه. یعنی برای تمام مسائلی که شما به خدا میگین شما کردین، خداوند معذور مطلق، تماما شما کردین و متوجه نیستین. اگر چرخه سازندگی رو به کار ببرید متوجه میشین که مدام فضاگشایی میکنید. پس شما به عنوان انسان معذور میشین. هرچی بیشتر فضاگشایی کنید معذورتر میشید و خداوند مختار مطلق زندگی شما رو درست میکنه و این همون در واقع چرخه سازندگی است. همونطور که میبینید شما مرتب فضاگشایی میکنید، در فضایی هستین که هیچ چیز اونجا نیست غیر از خداوند و شما، چیزهای ذهنی نیست و در اونجا متوجه میشین که همه کارها رو خودتون میکنید. و اگر دیدین که ذهن داره حمله میکنه بگه یکی دیگه کرده من بهتر از دیگران هستم، شما انکار میکنید، میگید من بهتر نیستم چون من نور خداوند هستم، اونم نور خداونده. اینجا فرمول بهتری به کار نمیره و دست آخر میایین به این نتیجه که خودتون باید تغییر بدین. میبینین که وقتی میگیم خودم کردم دارای قدرت میشیم. شما میگین خودم کردم پس میتونم عوض بشم، خودم درست کنم. ولی وقتی میگی تو کردی یا اصلا خداوند کرده، دیگه شما توانمندیتون از دست میدین. وقتی دیگران این مسائل ایجاد میکنن شما کاری نمیتونین بکنید.
همیشه دیگران ایجاد خواهند کرد، ولی به محض اینکه به این حقیقت خوب و عالی پی میبرین که خودم کردم، میگین حالا خودم هم میتونم نکنم و درست کنم. بله بفرمایید. الو سلام استاد. سلام، خواهش میکنم. خدا قوت. ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید. سپاسگزارم از محبت های شما. من سراحی هستم از اندیشه. خواهش میکنم، بفرمایید. توتور از برنامه 1035 خدمت شما و همه دوستان گنج حضوری عرض میکنم. عجب برنامه زیبایی استاد. هر چقدر که این برنامه رو گوش میدیم، هر چقدر که خلاصه می‌نویسیم، دوباره و دوباره این نیروی جاذبه زندگی و بیت‌های پربار مولانا ما رو به سمت خودش میکشونه و در این غزل زیبای 31-34 که در بیت اول خطاب به ما انسان‌ها گفت: تو جان مایی، ماه سمایی، فارغ ز جمله اندیشه هایی. چقدر زیبا تشبیه کرده که تو جان من هستی، یعنی تکه ای از وجود خودم. ولی ما چه کردیم با خودمان؟ به چند تا قراضه های این جهانی چنان دل بسته ایم که نمیتوانیم چشم از روی آنها برداریم. در یک جا مولانا خطاب به ما انسانها گفت سلطان بچه، یک جا گفت صدر و بدر عالم، یک جای دیگر گفت خواجه تاشان و در اینجا گفت ماه آسمان. دیگر بیاییم بس کنیم و تمام توجه و تمرکز خود را بگذاریم و این من ذهنی خروب را صفر کنیم و دست از مقاومت و قضاوت و سبب سازی برداریم. از فکر کردنهای مداوم پس از فکر به فکر دیگر رفتن که مثل لانه مار است را کوتاه کنیم. به فاصله بین دو فکر که سکوت است نگاه کنیم و به عمق وجود خود برویم که در این برنامه از آن به روزن یاد کردیم. آن روزن را در خود کشف کنیم تا به کی از فکرها داروی علتها را می‌خواهیم. داروی همه علتها در فضای گشوده شده است. آنجایی که نیاز به تایید می‌کنیم در را بربندیم و به درون برویم. بربند در خانه که این فکرها علت افزایی می‌کند، کار افزایی می‌کند، دشمن سازی می‌کند، مانع سازی می‌کند، مسئله سازی ایجاد می‌کند. همه اینها را با صبوری پرهیز کردن از خود بیرون کنیم و حیرت را به جان بخریم. مشتری اصلی ما زندگی است. بس کنیم از خریدارهای دنیای بیرون خودمان را تا به کی باید معرض نمایش بگذاریم؟ آیا این جسم فانی نیاز به نمایش دارد و یا اون همانیدگی هایی که بر خود آویزان کردیم نیاز به نمایش دارد؟ مرد فکر نباشیم، به صفای نابی وجود خود پی ببریم که ما که هستیم. آن هوشیاری کل چطور در این جسم گیر کرده است آن را رها کنیم و آزاد کنیم. مجنون شویم، دیوانه شویم. حرفی میشنویم میتوانیم پنبه اندر حس گوش دون کنیم، سر به نشنیدن کنیم، پرهیز کنیم، چشم را ببندیم و بگذاریم. مراقب ارتعاش کلام خود باشیم که در این برنامه در بیت 26-83 در دفتر دوم این هم از تأثیر آن بیماری است. زهر او در جمله جفتان ساری است. مراقب قرین خود اول من ذهنی خود است باشیم. مراقب برنامه ها، کتاب ها، فیلم ها، از همه مهمتر این فضای مجازی باشیم. اینها تافته هایی به هم بافته می شوند که جدا کردنشان سخت است. خروب هستند، بدنمان رو خراب می کنند. جفت شدن با آنها دردهای جسمی، روحی، روانی ایجاد می کنند و مصری است مرکز را عدم کنیم تا کمان و تیر اندازش خداوند شود. سر تعظیم فرود بیاوریم در مقابل چالش ها و اتفاقات زندگی که همش آزمایش است و بازی است را بپذیریم تا زندگی از طریق ما فکر کند و ذات طربناک خود را دیدار کنیم. ذاتی که در شادی است،
و از طریق همانیدگی ها نبینیم. لا انصاب و انصاب را رعایت کنیم که مقایسه کردن خود بر اثر همانیدگی ها در خور انسان که اشرف مخلوقات است نیست. از ارنگشت هر اکر پس ارزش و لیاقت را در خود افزایش دهیم و عمق خود را زیاد کنیم. در نگریم به شرح دل تا زندگی از طریق کنفکان کل ما را اداره کند. وجودمان را غسل نابی بدهیم. اگر انسانی مثل مولانا توانسته، ما هم با صبوری و سکوت و شکر و پرهیز می توانیم در این راه تاق و ترم نداشته باشیم. تا حالا زندگی خود را خراب کردیم، بپذیریم و بگوییم که خودم کردم و از هیچ کس بهتر نیستم و دچار پندار کمال و ناموس نشویم و خودمان را عوض کنیم. دست از عوض کردن دیگران برداریم. در این صورت انسانهای اطراف ما هم عوض می شوند. با ارتعاش عشقی ما یک شمع از این مجلس 100 شمع بگیراند. اهمیت توجه و تمرکز را روی خود ببریم. کار خود کن، روزی حکمت بچر، تا شود فربه دل با کر و فر. خوردن تن مانع این خوردن است، جان چو بازرگان و تن چون رهزن است. شمع تاجر آنگه هست افروخته، که بود رهزن چو هیزم سوخته. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خویشتن را گم مکن یاوه مکوش. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوستنگ. خمر تنها نیست در مستی و هوش، هرچه شهوانی است بندد چشم و گوش. آن بلیس از خمر خوردن دور بود، مست بود از تکبر و از جهود. ژاژخایی دیگر بس است، بیهودگری دیگر بس است، با ذهن نظر دادن دیگر بس است. مجنون شویم در مقابل خورشید، شمع کم نور خود را بزرگ و پررنگ کنیم. مجنون شویم و به سببها نگاه نکنیم، حادثها را دوپاره کنیم. و بدنامی من ذهنی نترسیم، دیوانه شویم. اگر مجنون شویم یک دفعه کشیده می شویم و آن لغزنده را به خودمان باز می گردانیم. با فضای گشوده شده کرم باهوش می شویم. کرم باهوش اشتباه نمی کند، کن کار می کند، کن به ذهن می رود، بیشتر فضا را باز می کند. در هوشیاری جسم باشیم اما هوشمند باشیم و از اژدهایی دست برداریم، چون در آن حال خبری نیست. در فضای گشوده شده اژدهایمان را هم مست کنیم. از پیلگی که دور خود تنیدیم آزاد شویم، شاپرکی زیبا شویم و پروانه شویم. اجازه دهیم که خداوند صنعت نمایی کند. با من ذهنی فن و صنعت به کار نبریم و گیر نکنیم. امان بدهیم، صبر کنیم. صنعت رها کن، سانه بس استت، شاهد همو بس کم ده گوایی. حقوق‌بازی و حیله‌گری را رها کنیم. خداوند برای ما کافی است. او به ذهن نگاه کند، هم او ناظر شود و هم ما. تمام انرژی را پس بگیریم، نترسیم، توکل و تسلیم کنیم. زفت است و چو لرزان میشوی، میشود آن زفت نرم و مستوی. فقط تنها یک چیز برای من از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، آن هم تبدیل شدن. و برای حادث ها بلرزیم و کار سخت را نرم و آسان کنیم. درست می شود مراقب حضور خود باشیم. سپاسگزارم استاد جان، ببخشید طولانی شد. ممنونم، خداحافظی میکنم. عالی عالی. قربان شما. سپاسگزارم، عالی وجودین. خدا نگهدار شما. خداحافظ. شما بفرمایید. الو. بله بله، سلام، بفرمایید. سلام آقای شهبازی جان، خوب هستید؟ سروش هستم از شیراز. بله خانم سروش، شما خوبین؟ خیلی ممنون، سلامت باشید آقای شهبازی. آقای شهبازی ببخشید، از همین معکوس دنیای ذهن اجازه است بخونم یه پیام؟ معکوس، بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید. خیلی ممنون، خیلی ممنون. یکی از مهمترین معکوس بینی‌های من این است که ضرورت خارج شدن از ذهن را جدی نمی‌گیرم و انگار خیلی خیالم راحت است که زمان دارم، در حالی که حضرت مولانا می‌فرمایند باید هر چه زودتر بیخ این خازوق را بکنیم،
چرا که شاخ و برگ‌های آن در اثر تأخیر چنان تنومند می شود که دیگر به راحتی نخواهی توانست این کار را انجام دهی. تو که میگویی که فردا این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود، این کننده پیر و مصفر می شود. خارزن در قوت و برخاستن، خارکن در پیری و در کاستن. خارزن هر روز و هر دم سبز تر، خارکن هر روز بار و خشکتر. او جوانتر می شود تو پیرتر، روز باش و روزگار خود مبر. دفتر دوم 1235. همچنین می‌فرمایند منتظر نباش تا قابل شوی، در هر حال و هر وضعیتی که هستی رو به سوی زندگی کن. مرکزت را عدم کن و در این کار جدی باش. حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. دفتر دوم 3745. می‌فرمایند کار تو این است و جز برای این کار نیامده ای. کاری نداری می پدر جز خدمت ساقی خود. ای ساقی افزون قدح تا وارهی مزمیک و بد. غزل 537. حضرت مولانا می‌فرمایند خود را گرفتار نقش‌های زشت و زیبای خود نکن. نگو این کار را کردم، آن کار را نکردم. بدون وقت طلب کردن خودت را از این گره‌ها و دام‌هایی که ذهن را معکوس بینی برایت ایجاد می‌کند بیرون بپر. منگرن در نقش زشت و خوب خویش، بنگرن در عشق و در مطلوب خویش. منگرن که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دایما ای خشک لب. دفتر سوم 1437. در واقع هر راهکاری که ذهن ارائه می دهد نوعی سحر و معکوس بینی است. حضرت مولانا می‌فرمایند مهم نیست ذهنت چه می‌گوید و چه نشان می‌دهد و چقدر دور مانده ای. در هر وضعیتی که هستی بجنب، موضع خودت را با فضاگشایی تکان بده، چون وقتی خری در گل می‌افتد عقلش می‌رسد که باید خودش را از این گلولای نجات بدهد. عزم می‌کند، خیز برمی‌دارد و می‌جنبد. پس تو که سحری شده ای، چه بلایی سر خودت آورده ای که می‌بینی جایت هموار نیست، اما باز هم دست می‌کنی و کار امروز را به فردا می‌اندازی. چون خری در گل فتد از گام تیز، دم بدن جنبد برای عزم خویش. جای را هموار نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش. حس تو از حس خر کمتر بوده است، به دل تو زین وحل‌ها بر نگشت. در وحل تعویض رخصت می‌کنی، چون نمی‌خواهی که از آن دل برکنی. دفتر دوم 3355. من ذهنی عمرخواه است که اصلا زمان حال را نمی‌شناسد، همواره عمر بیشتر می‌خواهد، فرصت بیشتر می‌خواهد تا کثافات بیشتری را دور خودش جمع کند و بخورد و کار امروز و این لحظه را به آینده موهومی بیاندازد. کاکاق و نعره زاغ سیاه دائما باشد به دنیا عمرخواه. همچو ابلیس از خدای پاک فرد، تا قیامت عمر تن درخواست کرد. گفت انظرنی الی یوم الجزا، کاشکی گفتی که تبنا ربنا. دفتر پنجم 767. در شروع نماز قربتا الی الله گفته می شود. در واقع انسان تمرین می کند که هر لحظه آماده است تا فضاگشایی کند و در پیشگاه زندگی حاضر باشد. نمی‌گوید امروز این مشکل را پیدا کردم، حالا بعدا نماز می‌خوانم. وقتی تصمیم به خواندن نماز می‌گیرد برای همیشه متعهد می‌شود و این مثالی که در هر حالی که هستیم باید رو به او کنیم. ذهن هر چه دلش می‌خواهد می‌تواند نشان بدهد. خداوند این لحظه حاضر است، اما ذهن این بیداری و حضور را در آینده مژده می‌دهد و می‌گوید اگر این کارها را بکنی انشاءالله زنده می‌شوی. پیش وقت می‌گفت مژده دادن است، عقل گوید مژده که نقد من است. دفتر 4 3270. در قرآن کریم از خصوصیات افراد مؤمن این است که به غیب ایمان می‌آورند. آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می‌دارند، یعنی فضاگشایی می‌کنند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انصاف می‌کنند. سوره بقره آیه 3. یؤمنون بالغیب یعنی همان اعتماد و یقین به فضای عدم.
فضایی که ذهن هیچ وقت آن را نفهمید، اما خداوند همیشه طالب است تا انسان را جذب خودش بکند، به شکلی که احساس نیاز بکند و بخواهد پای هوشیاریش را از گل همانیدگی ها بیرون بکشد. بحث گوید من تو را در خود کشم، لیک میلافی که من آب خشم. لاف تو محروم می‌دارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من درآ. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می‌کشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. پس باید بدون فوت وقت خود را زیر دست ابیات حضرت مولانا و برنامه گنج حضور قرار دهم، از پرهیزهای ذهنی و گفت و شنودهای ذهنی بیرون بپرم و این یک زمان کار را اینقدر طولانی نکنم انشاءالله. در زمان چون پیر را شد دیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست. شهر تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در ضلالت ترک داد. دفتر ششم بیت 41-22. خیلی ممنون آقای شهبازی. خیلی زیبا خانم سرور. اون بیت قبل از چون خری در گل فتد و هم بخونید، 2 بیت بعد از بیت ها هم بخونید، اصلا از اونجا شروع کنید. گرچه دوری دور می جنبان. بله بخون، همه رو بخونید. بله یه بار دیگه همه رو یواش بخونید. گرچه دوری دور می جنبان تو دم، حیث ما کنتم فولوا وجهکم. اینجا یه معنی هم بکنید. میگه خیلی چیز خوبی گفتین شما. مردم فکر میکنن در ذهن باید کتاب بخونند، نمیدونم زحمت بکشن، این کارو بکنن اون کارو بکنن تا شروع کنند به خدا وصل شدن. میگه که گرچه که تو دور هستی، ولی از دور با فضا گشایی در همون جا که هستی هیچ فرق نمیکنه. نمیخواد دیگه کاری بکنی، تو به من وصل بشو، فقط منو ببین. گرچه دوری از دور آشنایی بده، بگو که از جنس من هستی. حیث ما کنتم فولوا وجهکم. این آیه قرآن میگه فقط شما مجازی منو ببینید، منو بیارین مرکزتون. مجاز نیست این چیزی دیگر رو ببینید در این لحظه. ولی ما با ذهن کار میکنیم، خودمون رو نالایق میدونیم، میگیم حالا باید کار کنیم فعلا با این وضع که اصلا وصل شدن به خداوند و یا اینکه اظهار آشنایی با او معنی نداره که با این همه وضعیت خرابی که من دارم. میگه گرچه این فکر غلطه، این فکر مال ذهنه. گرچه دوری دور می جنبان تو دم، حیث ما کنتم فولوا وجهکم. بعد شما شروع کنید بخوندن چون خری در گل فتد از گام تیز. بقیه رو بخونید. چون خری در گل فتد از گام تیز، دم بدم جنبت برای عزم خویش. جای را هموار نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وهنها بر نجست. آره اینجا یه ذره آفرین. میگه که مثال میزنه، میگه هر حیوانی از جمله خر اگه تون بره پاش به لغزه تو گل بیفته، میدونه که باید بیاد بیرون، مرتب تکون میخوره میجنبه که بیاد بیرون و تو گل وای نمیسته که اونجا رو درست کنه بگه اینجا دیگه افتادیم و میمونیم. حالا ما هم تو گل همانیدگی ها و دردها افتادیم، باید بجنبیم، باید حرکت کنیم که بیایم بیرون. بعد حس ما میگه از حس خر کمتره، برای اینکه دل ما نمیخواد از این گل های همانیده و دردها بیرون بیاد و مرتب بهانه میگیریم که حالا که این کار درست نکردم، حالا جوون هستم وقتش نیست، که میگم من نمیبینی اینقدر کار دارم. نه، اول باید از این گل بیای بیرون. حالا این 2 بیت واقعا نهایتشه که میگه اگر نیای بیرون خدا تو رو خواهد گرفت، بیشتر تو این گل خواهی موند. بخونید خواهش میکنم. بله. در وهل تعویل رخصت میکنی، چون نمیخواهی که از آن دل برکنی. چین روا باشد، چین روا باشد مرا من مضطرم. بله بابیده شفان صداتون قطع شد، ببخشید. در وهل تعویل رخصت میکنی چون نمیخواهی از آن دل برکنی. بله
بعد میگه چی؟ چین روا باشد مرا من مضطرم. چین روا باشد، بله، چین روا باشد مرا من مضطرم. حق نگیرد عاجزی را از کرم، از کرم. خود گرفته است تو چون کفتار کور، آن گرفتن را نبینی از خودی. آفرین. میگه که در گل هستی، مرتب دنبال بهانه هستی که اجازه بگیری بیشتر بمونی تو گل. درسته؟ چون دلت نمیخواد از این گل بیای بیرون، از این دردها، خاصیت اونا رو گرفتی و بعد فکرت اینه که من که دیگه عاجز بدبختم، خداوند منو نمیگیره، منو که دیگه نمیگیره دیگه، میخواد چی کار کنه بگیره دیگه، از این بدتر که نمیشه. نه، میگه که خود گرفته است تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. میگه تو را گرفته و شبیه کفتار کور هستی، یعنی هم خودتو میدری، مثل فرض کن یه کفتار کور باشه به هر چی میرسه بدره، خودش هم بدره، نمیبینه خودش کجاست، پای خودش هم گاز بگیره، مردم هم بدره. ما در من ذهنی اینطوری هستیم، خود گرفته است تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. ما از بس که مغروریم میگیم اولا خداوند ما رو نگرفته، ثانیا ما مثل کفتار وحشی نیستیم که هم خودمون رو بدریم هم دیگران رو، ولی هم خودمون رو میدریم هم دیگران رو میدریم، هم نمیبینیم که داریم میدریم، هم خدا ما رو گرفته، هم ما دو گل همانیدگی ها هستیم و جا خوش کردیم و اصلا نمی جنبیم. اینو گفتم شما بخونید که چون تو وسط صحبتتون فرمودین که ما فکر میکنیم باید واجد شرایط وصل شدن به خداوند بشیم. میگه در هر وضعیتی هستید منو بیارید، چون وضعیت مهم نیست، اصل من هستم. خراب، خوب، به نظر شما عالی هستید، منو بیارین، منو بیارین من مرکزتون. خداوند میگه. ممنونم خانم سرور، عالی. خیلی ممنون، دست شما رو میبوسم. خواهش میکنم، خیلی ممنون از دست. خداحافظ شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. گنج حضور.